مرکز مطبوعات وزارت کورهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در دوام روز 15 مارس در راههای جمهوری باز دو صدمه مرگاور روی داده 4 کشته به جا گذاشت. صدمه اعظم پرقربانی ساعت تقریبا 14:00 دقیقه در شورای دوشنبه خوجند چنوق بر اثر به قفای ماشین بارکش تمغه برخوردن مرسدس اسپرینتر رخ داده. این صدمه باعث هلاکت 3 نفر راننده و 2 مسافرش از جمله یک نورس 15 ساله شد. همین طور ساعت 3:30 شب 15 مارس بر اثر به درخت برخوردن و سپس به جری سرازیر شدن یک ماشین دیو سیلو در موضع گلستان روی حمدانی کولوب یک مسافر 26 ساله دیو هلاک شده، یکی دیگر زخمی شد. بنا به اطلاع وزارت کورهای داخلی 15 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 14:00 دقیقه راننده افت تمغه مرسدس اسپرینتر رؤوف محسود سال تولدش 1974 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق به خطری حرکت راه را تامین کرده نتوانسته به عقب افت بارکش تمغه خوو که تحت اداره راننده سلطانبکوف نعیم سال تولدش 1980 ساکن امین شهر تعلق داشته برخورد است. در نتیجه راننده افت تمغه مرسدس اسپرینتر رؤوف و مسافرانش رحیموف رستم سال تولدش 1993 و نوبالغ مضبوطوف امیربک سال تولدش 2007 ساکنان شهر مذکور جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. همچنین شب 15 مارس سال 2022 تخمین ساعت 03:30 دقیقه راننده افت تمغه دیو سیلو سعیدوف غیرت سال تولدش 1995 ساکن نویه حمدانی هنگام حرکت در روی اتومبیلگرد حمدانی کلوب در حدود دهه گلستان نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به درخت توت کنار چپ رو برخورده است، سپس در داخل کانال آبگذر چپ شده است. در نتیجه مسافر افت قلندروف سیدامیر سال تولدش 1996 ساکن دهه سیروب نویه حمدانی جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر دیگر افت مذکور گدایف بختیار سال تولدش 1996 ساکن امین نویه جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. تحقیق این دو حادثه ادامه دارد. بنا به امور رسمی وزارت کورهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند. متاسفانه دهها تن از قربانیان این صدمه ها کودکانند.